برادران آرز و رمزی وزیربیکوف ها بعد 2 روز بیدرکشوی در فرودگاه دمدیدووا از تاجیکستان پیدا شدند. دوشنبه از روی افلاس شوی هوا در جهان در جای چهارم، در بین کشورهای آسیای مرکزی در جای یکم. وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین با سفری رسمی به تاجیکستان آمد. ایران را آبخیزی های عظیم فرا گرفت. از پی حادثه جانباختگان زیادند. بعد 2 روز بیدرکشوی در فرودگاه دمدیدووا برادران آرز و رمزی وزیربیکوف ها از تاجیکستان پیدا شدند. روز 30 ایول خبرگزاری پامیر دیلی نیوز در تلگرام کانالش از ناپدید شدن این دو فعال جامعه پامیری ها در مسکو خبر داده نوشته بود که هواپیمای آنها از یکاترینبورگ می آمد و ساعت 19:30 در دمدیدووا پایین شده است. چیزی آنها به نزدیکانشان گفتند. بعد از این تلفنشان دستنارس شده است. پیدا شدن این برادران با یک اظهارات ویدیویی خودی آنها با زبان روسی معلوم شد. رادیوی آزادی با نشر این خبر شخصانی در نوار اظهارات داده را شخصانی مانند به برادران عنوان کرده به اینکه در حقیقت در نوار بودگان وزیربیکوف ها هستند شبهه کرده است. اما در این اظهارات که با احتمال زیاد از جانب مقامات امنیتی ثبت شده است، نفری که خود را وزیربیکوف آرز پنجشنبه‌ویچ معرفی میکند به زبان روسی میگوید که متولد سال 1977 بوده در مسکو زندگی میکند. به تاجیکستان آمده در اینجا آگاه شده است که مقامات تفتیشاتی تاجیکستان در رابطه با حادثه ها در شهر خاروخ و او چند سوال داشته‌اند. آرز و رمزی وزیربیکوف ها با نظرهای تنقیدیشان نسبت مقامات تاجیکستان معروف هستند. قبلا هر دو هم در نوار گفته بودند که اگر ناگهان در تاجیکستان پیدا شدند پس آنها ربوده شده اند. در سال گذشته 2021 تاجیکستان از روی افلاس شوی هوا در آسیای مرکزی طبق پلتفرم مانیتورینگی صفت هوا ایقو ایر در جای اول در آسیای مرکزی و در جای چهارم در جهان بوده است. در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه دست کم 24 کارخانه وجود دارد که از سوزاندن انگشت گرمی تولید میکنند. انگشت را زیاده از 400 دیگر ساحه های صنعت نیز استفاده میبرند. کارخانه سمنت که بر روی پایتخت منتظم چنگ میریزد و افلاس شوی هوا سهمی بزرگ دارد. در دوام سال 2021 در دوشنبه یگان روز با هوای خوب از روی جدول ایقو ایر نبوده است. تقریباً 4/1 تمام روزهای سال 2021 هوا در دوشنبه قناعت بخش بوده، تنها برای افراد حساس به هوای افلاس خطر ایجاد میکرد. اما در وقت باقی مانده یعنی از 4 روز سال در 3 روز هوا بد بوده، میزان افلاسی آن تا حد خطرناک بوده است. شام روز 31 ایول وان ای وزیر کارهای خارجی جمهوری مردمی چین با سفری رسمی به تاجیکستان آمد. بنا به اطلاع اگنتی اطلاعاتی خاور در فرودگاه شهر دوشنبه وان ای را معاون وزیر کارهای خارجی تاجیکستان فرهاد سلیم پیشواز گرفته است. گفته می شود انتظار می رود که امروز در دایره سفر وان ای را پرزیدنت تاجیکستان امامعلی الرحمن و رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری رئیس شهر دوشنبه رستمی امامعلی به حضور میپذیرند. ذکر می شود که همچنین ملاقات او با وزیر کارهای خارجی تاجیکستان سراج الدین مخردین در نظر است. قابل ذکر است که تا سفر به تاجیکستان وان ای از کشورهای همسایه ازبکستان و قرقیزستان نیز بازدید کرده بود. ایران را آبخیزی های عظیم فرا گرفت. از پی حادثه حداقل 69 نفر کشته شد. نژاد جهانی معاون رئیس سازمان اضطراری ایران به رسانه‌ها گفته که طبق معلومات اخیر دلیل مرگ 69 نفر در مناطق مختلف ایران وجود دارد و همچنین افزوده که 6 نفر از این فافتیدگان شهروندان عراق می باشند. 45 نفر دیگر بیدرک شده اند. تقریبا در از 2/3 تمام مضافات های ایران آبخیزی مشاهده می شود. در میان منطقه های از همه بیشتر آسیب دیده تهران می باشد. بختیار، اصفهان، یزد، لرستان، مازندران و چهارمحل نیز از آفت طبیعی آسیب دیدند. آب و هواشناسان ایران دعوت می کنند که از سیاحت در کوه‌ها و سیر و گشت به ساحل دریاها خودداری کنند.